خب ساب گایز چطورین؟ من متین هستم و به اولین ویدیوی چنل من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد میز بهتون میگم چه کارایی داره، چه این چندتایی روش میفته، بعد باهاش میتونین چه کاری انجام بدین و از این حرف. خب شما میتونین با میز مثلا این چکشی که جدیدن یعنی تو نسخه 1.21 به بازی اضافه شده میتونین کارهای زیادی بکنین. یا بهتر برای اول برم بهتون یاد بدم که چطور سریعتر و راحتتر میز رو به دست بیارید. بریم سریعتر میز رو به دست بریم. Here we go. خب بچه ها اومدم به منطقه زیرزمینیه که بهتون نشون بدم چطوری سریعتر میز رو به دست بیارید. خب شما برای به دست آوردن میز باید یکی از این چستا پیدا کنین و با این کلیدی که الان دست منه میتونین اون میز رو راحت تر به دست بیارید. یعنی کلا با همین میتونین دستش بیارین، با طور دیگه نه. حالا اینو از کجا بگیرین؟ شما باید اسپانرهای موجودات رو که اسپانرها رو پیدا کنین. وایسا تا پیداش کنم. این اسپانه. شما میتونین از این اسپانر رو موجوداتی میان، شما اینا رو میکشین. وقتی که کامل از بین رفتن این کلیدا رو میندازن. حالا این موجودات یعنی بریزا رو وقتی که میکشین بهتون این چیزا رو میدن. شما این همین رو میدن که میتونین شما با این بریز و این مکعبه هوی میتونین میز درست کنین و با این میز کاری زیادی بکنین. خب حالا بریم برای راحت به دست آوردن این هوی رودا. و شما باید برین این کلید رو بردارین، برین طرف اینجا جای این همین رو فقط باید باشه، باید همین چسته باشه که مکعب آبیه. بعد میرین اینجا، میبینین اینجا جاییه که بهتون نشون میده چه وسیله هایی رو در حال حاضر میتونین بگیرین. هر وقت که هیوی رود اومد شما باید بزنین روش. نگاه کن الان اومد، میزنم روش و الان بهم یه دونه هیوی رود داد، یا همون سر اون چیز میز. آره. و شما میتونین با به دست آوردن این هیوی رود یه دونه میز درست کنین که همون جوری که اون موقع ساختم. و بعد یه دونه بریز هم داشته باشین، بریز رود، که اونا هم از بریزا به دست میاد و اون بریزا بهتون این هیوی رود رو میدن تا شما بتونین این میز رو درست کنین. شما این هیوی رود و اون بریز رود رو باید داشته باشین. فکر کنم هیوی رود نیست اسمش، ولی خب شما باید این دوتا رو داشته باشین تا بتونین بسازین. حالا بریز رود از کجا به دست میاد؟ بریز رود از این مابا به اسم بریز به دست میاد. این بریزا رو وقتی که شما بکشین، بذارین بکشم تا بهتون بگم چه چیزی بهتون میده. شما میزنینش. بذارید بکشینش. خب این الان مرد. یه چیزی به اسم بریز رود بهتون میده که شما میتونین اینو به علاوه این که وقتی بذارینش رو هم بهتون بریز رود یعنی میس میده که این میس هم کارهای زیاده داره. و میتونین این وین شارژ رو که من یادم رفت بگم و میتونین از توی اون چستا به دست بیارین، یا این که میتونین با بریز رود به دستش بیارین. بذار وردارم یه دونه بریز رود. میتونین بریز رود رو بذارین توی تو کرفتی و 4 تا بهتون وین شارژ میده. شما میتونین با این وین شارژ ها مثلا بزنینشون به زمین، بعد میرین رو هوا، بعد با سرعت بعد میاین پایین، بعد به طرف مقابلتون با میس دمیج میدین و اینطوری دمیج میستون هم بیشتر میشه. و تا الان این بود دیگه. حالا بریم بهتون بگم که چطوری این چند تا وسیله دیگه بذارید روی بیرزودتون. خب بچه ها ما اومدیم اینجا، جایی که ما میخوایم روی میز مثلا این چند تای خفن بذاریم. و شما باید اول یه موجودی رو اسپان کنین. مثلا من رو بندازم، این موجود رو ما اسپانش میکنیم تا بتونیم بکشیمش. و اینطوری شما با اینو وقتی میزنین و از بالا که میایین با میس ضربتون رو میزنین و دیگه
با میز ضربه میزنید. بذارید من همینطوری برم. بچه من نمیتونم چون که ضعیف کار کردنم با میز میپرم و از بالا میزنم. بله دیدین که اینجوری کار میکنه. شما از بالا بپرین میخوره زمین و دمیج وارد شده به این موجود بیشتر میشه. هرچی شما از بالاتر بزنید دمیج وارد شده به موجود بیشتر میشه و بهتری که با مثلا بذار بهتون بگم با این میستون رو میتونید بهش این چنده اضافه کنید که قوی تر بشه یا مهارت های جدید بهتون بده. مثال شما میتونید وین بست و وین بیست فکر کنم که درسته همین. شما میتونید از این استفاده کنید، اینو بذارید روی میستون و وقتی که میپرین از رو هوا ضربه میزنید دوباره پرتتون کنه هوا و بتونید دوباره به ضربه بزنید بدون استفاده از وین شارژ. میتونید چند بار به این موجود ضربه بزنید. الان میرم بالا تا یه ضربه بزنمش. یه ضربه میزنید میبینید دوباره رفت هوا و شما میتونید هر چند بار که دلتون خواست بهش ضربه بزنید و برای بهتر شدنش هم آمبرگینگ و مندینگ هم باید بردارید. من خب دیسی و بریج این دوتا این چندای دیگه هم هست که شما بهشون نیاز دارید. مثال دیسی بهتون کمک میکنه که شما ضربات قوی تری داشته باشین و بریج واسه فایت های سنگینه که مثلا میخوای با دوستاتون فایت بدین زره داشته باشه، مثلا زره دایمندی، این از روی زره دایمندی رد میشه. فکر کنم 15% یا شاید هم کامل از زره رد بشه و زره اصلا به زره کاری نداشته باشه، مثلا انگار طرف مقابلتون هیچ زرهی نداره و اینطوری قدرت ضربه هم بیشتر میشه و برای شما خیلی بهتره که مثلا از دیسی استفاده کنین. قدرت ضربه خیلی بالاتر میشه. مثلا الان من بذارید بزنم میفتیم پای یه ضربه میزنی میبینی که دمیج خیلی فوق العاده بهش میده و شما میتونید با چند ضرب طرف مقابل رو بکشید. و بریچ هم که گفتم بهتون میتونین به کمک اون مثلا قوی تر ضرباتون رو بزنین و از روی لباس ها و زره ها رد میشه این ضربه شما. و بهتون بگم که نمیتونی شما این چند دیستی و بریچ رو همراه با هم استفاده کنید. مثلا یا باید بریچ رو استفاده کنین یا دیستی، یک کدوم از اینا. و به نظر من بهتره از این چند دیستی استفاده کنین وقتی که مثلا تکی پلی میدین یا مثلا مبارزه های سطحی با دوستاتون انجام نمیدین. بعد به نظر من بهتره از دیستی استفاده کنین، ولی بریچ هم مثلا بخواید با دوستاتون فایت بدین خیلی کمک بیشتری بهتون میکنه. مثلا بخواید مثلا یه فایتی مثلا دوستاتون چند نفر دعوت کردن و میخوایم برید با هم دیگه یه جنگی بزنین مثلا همدیگه رو ناکار کنین، به نظر من بهتره از بریچ استفاده کنین چون هم از زره رد میشه همین که قدرت‌های بیشتری داره. و یادتون باشه که باید آمریکینگ و مندینگ هم داشته باشین که قدرت میستون بیشتر باشه و دیرتر خراب بشه. آمبرکینگ کمک میکنه که دیرتر خراب بشه و مندینگ هم کمک میکنه که با کمک این چیزایی که میگیرین XP هایی که میگیرین قوی تر بشه. خب بچه ها این از ویدیوی ما بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خواستین بازم بگین چنل رو لایک و سابسکرایب کنین. خدا نگهدار.